بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم تفسیر گرافی شکم و لگن، مبحث انسداد، ایلئوس، وولوولوس و نکروز روده‌ای. قسمت اول علائم انسداد روده. بچه ها، ما کلا 5 جلسه داریم که این 5 جلسه به بخش‌های مختلف تقسیم میشه. مهمترین جلسه این جلسه است، علائم انسداد روده. کسی که این جلسه رو یاد بگیره تمام، یعنی تفسیر گرافی شکم و لگن مسلط شده. بسم الله، میریم جلو. بچه ها، چه چیزهایی برای تشخیص انسداد کمک میکنه؟ حالا باز برمیگردم اسلاید قبل. دقت کنید، مریضی که با انسداد میاد باید شرح حال بگیری. همان نکته‌ای که روز اول بهت گفتم، بدون شرح حال مریض رو گرافی نمی. قطعا مریض میگه من دفع مدفوع گاز ندارم، دست میزنیم شکمش میبینیم ریباند داره، گارد هستش، ریباند تندرنس داره، اصلا فرصت ریباند نداریم تا ببینیم ریباند تندرنس رو چک کنیم. و اون نکته‌ای که گفتم، ضخامت روده باریک 3 سانتی متر به بالا، ضخامت روده بزرگ 6 سانتی متر به بالا و سکم 9 سانتی متر به بالا. این موارد بود به نفع انسداد. بریم شکلاشو ببینیم. میبینید واضحا ضخامت افزایش پیدا کرده. دقت کردید؟ واضحا افزایش پیدا کرده. بچه‌ها، یک علامتی داریم به نام ریگلر ساین. میخوام ببینم شما میتونید تشخیص بدید. ریگلر ساین یعنی یک هایلایتی روی دیواره روده باریک گرفته شده. یه هایلایتی روی دیواره روده ها هستش، نگم فقط روده باریک، به علت نفوذ هوا زخیم شده. آقا میخواد بگه دیواره روده زخیم شده. تو آیا زخیم شدگی انگار هایلایتی در دیواره روده میبینی؟ بعد یه چیز روشن میبینی، انگار دیواره روده زخیم شده. به این میگن ریگلر ساین، the double wall sign. باز شکل واضح تر. اینجا هم واضحا میبینید که ضخیم شدن دیواره روده باریک، انگار دیواره روده باریک نورانی شده، هایلایت شده. فلش ها رو دقت کن. اون فلش زردی که میبینید داشتاگش مثلا میخواد بگه که ممکن علت تومور باشه، که حالا در این موارد بیشتر باید سی تی اسکن کنیم. پس انسداد رو میتونیم تشخیص بدیم. حالا بریم شکل بعد، همون ریگلر ساین یا دابل وال ساین رو ببینیم. دیواره روده انگار زخیم شده. بچه‌ها، یه دوره جلسه قبل کنیم. اینها میبینید وولولی ها رو میبینید در سرتاسر هستن، نشون دهنده که روده باریک. حالا پس ریگلر ساین رو متوجه شدید، دیواره روده زخیم شده. میبینید خیلی زخیم شده. باز همین موردی که گفتم، تومور مثلا علت انسداد هست، که حالا بیشتر در سیتی. بچه دیواره روده رو میبینید چقدر زخیم شده. یه علامت دیگه هم داریم، علامت تریانگل هست، که ممکنه دیواره روده با هم بسازه. این موارد ممکن دیده نشه، زیاد برای ما مهمه. تو فلش علامت تریانگل یه مثلث میبینید. و چیزی که برای ما مهمه، دیواره روده رو میبینید چقدر زخیم شده، بیشتر از واقعا 3 سانتی متر، و این بیان کننده انسداد میباشه. این بخش به پایان رسید، مهمترین بخش با شکل‌های متعدد. موفق و معین.